آژانسی اویاسیون گراژدانی عامل اصلی گرانی نرخ چپته‌های هواپیمایی در تاجیکستان را شرح داد. ارزش سوزشواری در جمهوری تاجیکستان نسبت به دیگر دولت‌ها گرانتر است و عامل اساسی گران بودن سوزشواری این سوزشواری وارداتی است. جمهوری تاجیکستان استحصال کننده سوزشواری نیست. به قول دیرکتور آژانسی اویاسیون گراژدانی از 40 تا 45% ارزش چپته برای سوزشواری صرف می شود و وقت سوزشواری گران است نرخ چپته نیز گران می شود. هواپیمای خارجی وطنی دستورهای مشخص داد که صنعی نرخ چپته رو بلند نبردارند. ساکنان به شرح مقامات باور ندارند و میگویند نرخ چپته در تاجیکستان به موسم تحصیل و کار مهاجران بستگی دارد نه سوزشواری. ما 5 سال که رفتم اومدم از اینجا کداگی نشدمش هم خیلی سیزن کار رسیدنده نرخ هم این طرف روسیه میخواد طرف روسیه. گرانی نرخ چپته هواپیما مردم را مجبور کرده است که راه‌های دیگری رسیدن به خارج به خصوص به روسیه را پیدا کنند. چپته فروشان میگویند ساکنان اکنون سفر به اتوبوس را برتری میدهند. هیچ وقت در روسیه رفته 2000 سومون در 3 روز کار نمیکند. برای می فکر میکند که لوچه می 1000 سومون در خانه مونده یک ماه زپاس پروداکتش گیرد با حضور رفته کاری با یک کار نرمال کند. ایلی همون 1000 برای یک پاتنت پولی برای داکیومنت کنی روسیه استفاده برد. از تاجیکستان به شهرهای روسیه و استانبول ترکیه هواپیماها بیشتر پرواز میکنند. فعلا نرخ چپته هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 2500 سومانی و به استانبول بیش از 3000 سومانی را تشکیل میدهد، در حالی که از شهرهای ازبکستان و قرقیزستان با نیم این نرخ میتوان چپته خرید.